مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب و صبح 2 آگوست سال 2022 در بین تقریبا 4 ساعت در حدود ناحیه یوون دو صدمه نقلیاتی مرگوور روی داده. بر اثر این صدمه ها 2 راننده به هلاکت رسیده و 1 مسافر جراحت برداشته است. بنا به این منبع شب 2 آگوست تخمین ساعت 02:00 دقیقه راننده автомашини تمغه اوپل زفیره مارکایف بهادر سال تولدش 1997 ساکن ناحیه یوون هنگام حرکت از سمت ناحیه یوون به سمت ناحیه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده به автомашини تمغه مرسدس بنز تحت اداره نظاروف غلامعلی سال تولدش 1980 ساکن ناحیه یوون برخورده است. در نتیجه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز نظاروف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافرش سعداللهیف جمشید سال تولدش 1992 ساکن ناحیه یوون به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. همچنین صبح 2 آگوست سال 2022 تخمین ساعت 05:40 دقیقه راننده автомашини تمغه BMW رجبوف اکبر سال تولدش 1989 ساکن ناحیه یوون هنگام حرکت از سمت ناحیه یوون به سمت ناحیه جامی در حدود دهه پرچسای از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از راه اساسی برآمده به کانال آبگذر روی کلان ماشینگرد افتیده راننده رجبوف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.